حاج آقا قربونت برم این چارخونت در بیار یه دقیقه ما بندازم یکم لرزم گرفته. سلامت باشی سلامت باشی فدات بشم. حاج آقا کاپشن خوب همراته؟ حاج آقا کاش او چارخونت بدیم و دارم لرز میکنم. شما اصلا عین خیالت همینجور نشستی دست جلو دهنت میگم سردمه اصلا عین خیالش نیست. حاج آقا شما نخند بکن نخم بکن میگم لرزم گرفته دیگه. هی چی خنده ای دندون نشون میده بره. حاج آقا شما هم ریبن داری تو خونه؟ مدارم ما ریبن اصل دار. من معذرت پیرنت به من ندادی ها؟ چی؟ پیرنت به من ندادی ها؟ ما ریبن اصل آینه بسه جان بسه نه میدونم خجالت بکش. میگم انتقام دارم میگیرم از چه انتقامی؟ ایشون چیکار کرد مگه؟ میگم پیرنشه بده ندار. چرا به لج افتادی با ایشون؟ نه لج نیفتادم زبونم در میارم فقط برای آینه. چه اسمتون؟ من ناصر نیری ام. آقای نیری. ناصر نیری. نیری بیمزه بلش کن. بگردی تا آخرش میشینی. نه اینجوری نیست بلندت کردیم کوکا اینجوری نیست. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. خیلی بابا به ناصر نیری بودم باشه. همون کن دیگه. ناصر خان چیکار؟ ناصر خان بیا پیش من. او بیرون میخوام برم زیر یخمش. بابا به چی کار داری؟ ما اینو ول نمیکنم. بیا قربونه تو بغلم بوست کنم. بیا چون دید من شما رو بغل کردم ها. ناصر نیری. اونم پسردایی ناصره. بله پسر داییت بوس کردم.